کار قصابا سخته. نه بابا، من قبل از این گوشتا خودم رو تیکه کرده بودم، اونم واسه کسایی که حتی نگفتم فلانی حالت چطوره، خوبی؟ میدونی دکتر نیا آقای دکتر درد دارم. سینا امروز سرمون خیلی شلوغه، میتونی اضافه کاری وایسی ولی بدون حقوقا. چشم. داداش پروژه دارم، میتونی انجامش بدی؟ من خودم اصلا بلد نیستم، همش گردن خودم. چشم. دیدی چی شد؟ قصابی که بلد نباشه نبگه اول از همه خودش رو میپوشه تیکه تیکه احساساتشو، عزت نفسشو، وقتشو. حاجی گوش شما آمده است. ماها یاد نگرفتیم مهارت نگفتن، یا این که ترسیدیم که بهمون میگن تو چقدر بی‌ادبی، تو چقدر نامهربونی، و حتی بهمون میگن خودخواهی. ولی اگه من برای خودم مرزی تعیین نکنم، کی میخواد از من محافظت کنه؟ امسال خودتون رو قربانی نکنید، اون احساس گناه همیشگیتون رو قربانی کنید. عید قربان مبارک. با تشکر از مدیریت سوپرگوشت کبوتبار.